با این ربات میتونی ارز BNB برداشت بکنی. لینکش هم توی تلگراممون هست، میتونی از طریق هایلایت ها یا از طریق دایرکت وارد تلگراممون بشی. بعد از اینکه وارد این ربات شدی، روی دکمه شروع میزنی تا ربات شروع بشه. حالا یه سری پیام برات میفرسته، باید روی این دکمه کلیک بکنی و توی کانالاشون جوین بشی. بعد از اینکه تمامی مراحل رو انجام دادی، روی این دکمه میزنی. اگه کارا به درستی پیش برده باشی، الان یه دونه کپچا برات ارسال میشه که متنی که توش نوشته رو باید براشون بفرستی. حالا برای اینکه بون روزانه‌ت هم بگیری، روی این دکمه بونز کلیک کن. بعد از اینکه این پیام برات ارسال شد، روی این دکمه بزن تا هر روز این مقدار BNB بهت بده. البته با دعوت کردن از دوستات میتونی 25 برابر این مبلغ رو هم هدیه بگیری هر بار. برای برداشت هم وارد تراست والت میشیم، روی این دکمه میزنیم، توی بخش جستجو کلمه BNB رو جستجو میکنیم. حالا این گزینه رو انتخاب میکنیم. توی صفحه روی دکمه ریسیو میزنیم. اینجا آدرس کیف پولمون رو با استفاده از این دکمه کپی میکنیم. حالا دوباره برمیگردیم توی ربات. الان برای برداشت روی این دکمه میزنیم. حالا یه پیام شبیه به این پیام براتون میاد که همچین دکمه‌ای داره، روش میزنید. اینجا آدرس کیف پولی که الان کپی کردیم رو براش میفرستیم. حالا باید مقداری که می‌خوایم برداشت کنیم رو مشخص کنیم. این عددی که این بالا نوشته موجودی ما هستش. کل این مبلغ رو می‌نویسیم و براش ارسال می‌کنیم. حالا این پیام تایید که برامون اومد، روی این دکمه میزنیم تا برداشتمون تایید بشه و الان باید منتظر باشیم تا برامون واریز بشه. این هم همون مقداری که برداشت کردیم و به حسابمون واریز شد.